أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان و بینندگان این کتاب زبان عربی، ما و شما از درس‌های علاوگی از مستوای اول در تعبیرها 6 درس گرفتیم و حالا درس هفتم را برای شما پیشنهاد میکنیم. الدرس الصلاة. این درس ما و شما درباره نماز هست. الحوار الاول، یعنی که گفتگوی یکم، المسجد، در مسجد است. یعنی که گفتگوی یکم درباره مسجد می باشد. اینجا ببینید الدرس الثالث، درس سیوم. درس سیوم است از تعبیرها، اما ما و شما چطوره که معلوم است هر یک حوار رو یک درس میکنیم. برای همین خاطر این هفتم درسی ما و شما هست از درس‌های علاوگی. الصلاة یعنی که نماز. صلات نماز هست، یعنی که این درس درباره نماز است. الحوار الاول یعنی که گفتگوی یکم. گفتگوی یکم. المسجد، مسجد. گفتگوی یکم درباره چی می باشد؟ مسجد می باشد. المسجد ببینید یک کردگی است، یعنی که مسجد. این قسم یکمش است. التدریبات، تدریبات یعنی که مشقها، تمرینها. التدریب الاول شفهی، همچنین شفوی می شود، شفهی می شود. همون هیره تا جاش واو هم بنویسی می شود شفوی یا شفهی. هی دبلوش تشدید دارد. هر دی صورت ده، اگر واو هم بنویسیم یا دبلوش تشدید دارد، اگر که هی هم باشد چطوری که نوشتگی است یا دبلوش شدت دارد. شفهی میگن یا که شفوی. التدریب الاول یعنی که مشق یکم شفهی، یعنی که شفوی است. شفهی و شفوی هر دوش به معنای یعنی که با دهان است. سوال و جواب با دهان است، تحریری نیست. سوال و جواب دو نمود می شود، شفهی می شود و تحریری. شفهی یا شفوی به زبان، یعنی که به دهان. تو وقتی که سوال میتین با تو به دهان جواب میگویی، یعنی که سوالت میتین جواب میگویی، این را شفوی میگن یا شفهیش میگن. اما تحریری آن است که می نویسی، سوال در یک ورق می نویسه میتید و تو در پایانش می نویسی، اون را تحریریش میگن. تحریری یعنی اون را خودت می نویسی. برای خاطر اینجا سوال و جواب با شفهی است، یعنی که شفوی است، یعنی که به دهان میگویی و نمی نویسی. میگه که انظر الى هذه الصورة ثم اجب عن الاسئله. میگه نگاه کن همین صورت را. انظر نگاه کن، فاعلش انت، یعنی که نگاه کن تو. الى هذه الصورة، به همین صورت. ثم اجب، پس جواب بده. فعل امر است، فاعلش انت، یعنی پس جواب بده تو. عن الاسئله، از سوال ها. این صورت را اول خوب نگاه کنید، ببینید این صورت است. این صورت مسجد است. صورت مسجد است. اول میگم این صورت خوب نگاه کن، بعد در پایان این سوال ها است، سوال ها را میخونی و جواب میگویی. ببین الاسئله تو یعنی که سوال ها. الاسئله جمع سوال. سوالون یک سوال، اسئلتون سوال ها. رقم یک رو ببینید، میگم ماذا ترى في هذه الصورة. چی میبینی تو در همین صورت؟ اینجا ببینید در همین صورت ما و شما چی دیدیم؟ همین صورت چی است؟ در اینجا می نویسید که ارى المسجد، یعنی که میبینم مسجد را. ارى المسجد، میبینم مسجد را. ارى یعنی که الف است، ری است و یا هست و مثل، یعنی که الفی مقصوره است. یا نوشته می شود، در بالش الف چه که میده مونده می شود ارى، فعل ماضی. ارى المسجد یعنی میبینم من مسجد را. این جواب سوال یکم. سوال دوم، ماذا نفعل فیه. ماذا نفعل فیه یعنی چی کار میکنیم در همین. فیه در همین یعنی در مسجد. ماذا نفعل فیه، در مسجد چی کار میکنیم؟ وقتی که مسجد میریم چی کار میکنیم؟ حتما که در مسجد نماز میخونه. پس می نویسید که نصلی الصلاة،
یا نصلی می نویسید می شود، نماز می گذاریم. نصلی فی المسجد نصلی، یعنی در مسجد نماز می گذاریم. رقم 3 ماذا فی المسجد، در مسجد چی است؟ در مسجد چی است؟ در مسجد جای نماز ها هست و در مسجد محراب است. پس می نویسید که فی المسجد محرابون، یعنی در مسجد محراب است. یا می نویسید که فی المسجد مصلا، یعنی که جای نماز است. فی المسجد مصلا، یعنی که در مسجد جای نماز است. یا در مسجد منبر است، امام بالاش میبرد امر معروف میکنه یا خطبه میخواند، میگه فی المسجد المنبر، یعنی در مسجد منبر هست. رقم 4 این یقف الامام، این یقف الامام، امام در مسجد در کجا می ایستد؟ وقتی نماز خواندن در کجا می ایستد؟ این در کجا؟ یقف می ایستد. الامام و امام، یعنی که امام در کجا می ایستد در وقت نماز خواندن؟ در محراب. پس می نویسید که یقف فی المحراب، یقف فی المحراب، یعنی که در محراب می ایستد. اما جایی که امام می ایستد جای خاصی که هست در وقت نماز خواندن، اون را محراب میگوین. پس می نویسید که در محراب می ایستد. رقم 5 کم صلاة نصلی فی المسجد، کم صلاة نصلی فی المسجد، یعنی که چند نماز میگذاریم در مسجد. کم صلاتن چند نماز، نصلی میگذاریم ما، فاعلش نحنو یعنی ما، اصلی باشد میگذارم من، نصلی باشد میگذاریم ما، صیغه جمع است. فی المسجد در مسجد. چند وقت نماز در مسجد میگذاریم؟ حتما که 5 وقت. اهل سنت و الجماعت 5 وقت نماز دارد. پس می نویسید که نصلی 5 صلوات، 5 صلوات، یعنی که میگذاریم 5 وقت نماز. نصلی میگذاریم، نماز میخوانیم 5 صلوات، 5 وقت نماز. همینطور نوشته میکنید یا جواب میدید به زبان. رقم 6 ما اسم النداء الذي تسمعه عندما يحين موعد الصلاة. ببینید ما اسم النداء، چیست نام فریاده؟ ما اسم النداء یعنی چیست نام فریاده؟ الذی همان فریاده که تسمعه میشنوی تو همون فریاد را. تسمع میشنوی تو، تسمعو میشنوی تو. هو ضمیر است برمیگردد به ندا، یعنی میشنوی تو همون ندا را. عندما، عندما یعنی که وقتی که، زمانی که. یحینو، یحین یعنی که میرسد، فرا میرسد، میرسد. موعد الصلاة وقت نماز، موعد وقت، الصلاة نماز. پس میگوید که ما اسم النداء الذي تسمعه عندما يحين موعد الصلاة، یعنی چیست ندای، چیست نام ندایی که میشنوی تو همان ندا را وقتی که میرسد وقتی نماز، زمانی که میرسد وقتی نماز. وقتی نماز که رسید ما و شما چی ندا را میشنویم؟ چی فریاد را میشنویم؟ اذان را. پس می نویسید که نسمع النداء یا که نسمع الاذان. ندا هم بگوید میشود، اذان هم بگوید میشود، هر دوش هست، یعنی که هر دوش به معنای اذان هست. اذان اصلا فریاد کردن یا اعلان کردن، ندا همچنین فریاد کردن و اعلان کردن. پس می نویسید که نسمع الاذان، میشنویم ما اذان را. یا می نویسید که نسمع النداء، میشنویم ما ندا را، یعنی که اذان را. رقم 7 من ینادی للصلاة، من ینادی للصلاة، یعنی که کی فریاد میکند برای نماز. من ینادی، نادا، نادا ینادی، فریاد کردن. من ینادی، ندا، ندا فریاد کرد، یکی نادا فریاد کرد. ینادی فریاد میکند. من ینادی، پس کی فریاد میکند للصلاة برای نماز؟ برای نماز کی فریاد، این اذان کی میگوید؟ ما شما میگیم که مؤذن میگوید. پس می نویسید که ینادی للصلاة المؤذن، ینادی للصلاة المؤذن، یعنی که فریاد میکند برای نماز مؤذن، یعنی که اذان را کی میگوید؟ مؤذن میگوید.
رقم 8 ماذا تفعل قبل أن تذهب إلى الصلاة؟ ماذا تفعل قبل أن تذهب إلى الصلاة؟ یعنی چی کار میکنی تو قبل أن تذهب پیش از اونه که بروی إلى الصلاة با مسجد، یعنی که با نماز. إلى الصلاة یعنی که با نماز. ماذا تفعل چی کار میکنی قبل أن تذهب پیش از اونه که بروی تو إلى الصلاة با نماز. پیش از نماز رفتن چی کار میکنی؟ حتما که طهارت میکنی. پیش از اونه که نماز بخونی طهارت که نداشته باشی طهارت میکنی. پس می نویسی در اینجا که اتوضأ للصلاة، اتوضأ یعنی که طهارت میکنم للصلاة برای نماز. اتوضأ للصلاة یا جواب میگویی اتوضأ للصلاة یعنی که طهارت میکنم برای نماز. رقم 9 هل المسجد بعید عن مهجعك؟ هل المسجد آیا مسجد بعید دور هست عن مهجعك از خوابگاه تو؟ مرد را پرسیدی مهجعك، اگر زن باشد مهجعیکی. مهجعیک یعنی مرد، این با مرد صحبت کرده سه برام خاطر میگوید که ان مهجعیک یعنی که آیا مسجد دور هست از خوابگاه تو؟ مهجعیک یعنی خوابگاه تو. اگر دور باشه میگوی نعم بعید من مهجعی، یعنی که بله دور هست از خوابگاه من. اگر نزدیک باشد میگوی که لا المسجد قریب عن مهجعی، یا که قریب فی مهجعی، یعنی که مسجد نزدیک است در خوابگاه من، نزدیک است با خوابگاه من. بی مهجعی با خوابگاه من. خلاص هر کدومش جواب بدید می شود. ان مهجعی هم بگوید می شود یا که بی مهجعی هم بگوید می شود در جواب. تا بی مهجعی خالی نه، فقط میگوید که المسجد بعید عن مهجعی، یعنی که مسجد دور است از خوابگاه من اگر دور باشد. اگر که نزدیک باشد می نویسید که یا جواب میگوید که المسجد قریب بمهجعی، یعنی که مسجد نزدیک است با خوابگاه من. رقم 7 کم مسجدا فی الجامعه؟ کم مسجدا فی الجامعه یعنی چند مسجد است در جامعه، در یونیورسیته چند تا مسجد است؟ یونیورسیته اگر یک مسجد داشته باشه میگه که فیه مسجد واحد، در او یک مسجد است. اگر دو مسجد باشد میگه فیه مسجدانی، فیه المسجدانی، در اون دو مسجد است. اگر سه تا باشد فیه ثلاثه مساجد، فیه ثلاثه مساجد، یعنی که در فیها در جامعه، فیها میگه فیه نه فیها، فیها یعنی که در جامعه ثلاثه مساجد سه مسجد است. و این بود سوال هایش. این سوال ها را تکرار میکنید خودتون با خودتون و جواب هاش همچنین در ذهنتون میگیرید. التدریب الثانی یعنی که گفتگوی دوم. گفتگوی دوم تدریب الثانی یعنی مشق دوم. مشق دوم. رتب الكلمات في كل سطر لتكون في كل سطر جملة مفيدة. میگوید که رتب یعنی جابجا کن الکلمات کلمه ها را فی کل سطر در هر یک خط. ببینید در اینجا یک دو سه و چند خط گپ آوردگی است. هر یک رو میگه جابجا کن، بخاطر اینکه جابجا نیست، پیش قفا است کلمه ها، اون رو باید جابجا کنی. لتكون فی کل سطر جملة مفیدة تا اینکه ساخته شود در هر یک سطر یک جمله مفیده. لتكون یعنی تا اینکه بسازی تو، لتكون تا اینکه بسازی تو، تا اینکه بسازی تو در هر یک سطر جملة مفیدة، یعنی که یک جمله فایده‌ناک را در هر یک خط جمله مفید رو باید بسازی تو. نگاه کن اینجا یکم الف کردگی هست، یعنی که الف رو میخونید، همزه است کو این رو میخونید. نؤدی نماز بخونیم ما. هو وی المسجد مسجد، فیه در آن، المکان مکان جا مکان، الصلاة نماز، الذی آن کی اسم موصوله. پس ببینید
همین را در این ب کردگی است که بعدش نقطه در اینجا باید بنویسید. اینجا در از به ترتیب نوشته است، یعنی که بدون ترتیب هست. این را جابجا میکنید تا اینکه یک گپی فایده‌ناک ببروید. چطورش میکنید؟ پس مینویسید که المسجد هو المكان الذي نؤدي فيه الصلاة. انا میتونم نوشتهش میکنید. المسجد هو المكان الذي نؤدي فيه الصلاة. ببینید یعنی که در پایین می نویسید که مسجد آن مکان است کی، المکان الذی یعنی مکان است کی نؤدی فیه الصلاة یعنی که در اون نماز میخونیم. مسجد مکان است کی در آن نماز میخونیم. انا میطور به عربی در پایین می نویسیندش. و رقم 2 مسلین امام، مسلین نمازخوانها، امام در پیشی نزدی، امام پیش امام پیش نماز، یقفو می ایستد. ببینید این را در پایان باید در ب بعدش که نقطه است در اینجا باید بنویسید. می نویسید که یقف الامام امام المصلین، یقف الامام امام المصلین یعنی که می ایستد امام نزدی، یعنی که پیش نمازگزارها ده، یعنی که نمازگزارها از پشت امام ایستند و امام در پیش نمازگزارها می ایستند. پس همین طور نوشتهش میکنید یقف الامام امام المصلین. و طریق دیمش هم هست، می توانید بنویسید که الامام، اول امام رو بنویسید، یقف امام المصلین، امام می ایستد در پیش نمازگزارها. هر دوش هم درست است. یقف الامام امام المصلین هم بگین درست است، الامام یقف امام المصلین هم بگین درست است. هر دوش درست است. و رقم 3 الصبح، صبح یعنی که بامداد، صلات نماز، اذهب میروم من، مبکرا بر وقت، الا با لاصلی تا اینکه نماز بخوانم، لی تا اینکه، اصلی نماز بخوانم، من المسجد مسجد. این را در رقم 2 باید شما جابجا کرده بنویسیندش. پس می نویسید که اذهبو، یکم اذهبو رو می نویسید، اذهبو الى المسجد مبکرا، اذهب الى المسجد مبکرا لأصلي صلاة الصبح، لأصلي صلاة الصبح. انا میطور کرده می نویسیندش، یعنی که اذهب الى المسجد مبکرا یعنی که می روم به مسجد بر وقت، یعنی بر وقت مسجد می روم، لأصلي صلاة الصبح تا اینکه نماز بامداد را بخوانم. یعنی بر وقت می روم برای چی؟ برای اینکه نماز بامداد را بخوانم. و در این پایان هم اینطور نوشته اش میکنید. رقم 4 مراتین یعنی که مرات یعنی که بارها یا کم مره یعنی چند بار، مرات یعنی بارها یعنی که چند بار میگیم که چند بارها رفته است، بارها. این مرات این همون هست، مره یک بار، مرات چند بار. للصلاة برای نماز، المؤذن مؤذن از آن گوینده، الیوم امروز، الیوم امروز. اگر یومون باشد، اگر به الف لام نداشته باشد، اگر پس در این یعنی که روز، هر روزه باشه، الیوم که همین روز. خمسه 5 فی در، یؤذن اذان میگوید، یؤذن اذان میگوید. پس در پایان شما می نویسید که یؤذن المؤذن فی اليوم 5 مرات للصلاة. انا میطور کرده می نویسیندش، یؤذن المؤذن یعنی که اذان میگوید، اذان گوینده، فی الیوم در یک روز،
5 مرات للصلاه، 5 بار برای نماز. در یک روز چند بار اذان گفته می شود؟ 5 بار. نماز بامداد، پیشین، عصر، شام گفتن 5 بار. پس مؤذن در یک روز 5 بار اذان میگوید. و اینجا می شود که اول یؤذن المؤذن گفته بنویسید، جایز است، یا که می شود بنویسید که المؤذن یؤذن، بعد دوامش رو المؤذن یؤذن فی الیوم 5 مرات للصلاه. همین طورم بنویسید، جایز است، یعنی که هر دوش جایز است. بعد در ترجمهش میگه که مؤذن اذان میگوید در یک روز 5 بار برای نماز. و رقم 5 نحن یعنی ما، فی در، نصلی نماز میخونه ما، جماعت نماز جماعت، دائمی همیشه، المسجد مسجد. این را در پایان باید شما بنویسید که اول نحن را می نویسید، نحن نصلی فی المسجد، نحن نصلی فی المسجد جماعتا دائما، یعنی که ما نماز میگذاریم در مسجد جماعت همیشه، یعنی همیشه ما در مسجد نماز رو با جماعت میگذاریم. همینطور نوشتهش میکنه نحن نصلی فی المسجد جماعتا دائما، ما در مسجد جماعت دائمی نماز میگذاریم. و این بود تدریب دوم. میگذاریم به تدریب سیوم. التدریب الثالث یعنی که تدریب سیوم، مشق سیوم. میگه که املا کل فراغ بالکلمات المناسبه، یعنی املا پر کن تو. اگر زن رو بگی میگه که املایی، یعنی پر کن تو ای زن. اگر مرد رو بگی میگه املا، یعنی پر کن تو. کل فراغ، هر جای خالی را، بالکلمات المناسبه، با کلمه موافق. هر جای خالی را میگه با کلمه موافق پر کن. رقم 1 رو بینید، المسجد مسجد، المکان، در این بین باید یک کلمه بنویسید. المسجد هو المکان، هو می نویسید در اینجا. المسجد هو المکان، یعنی مسجد اون جایی است. بعد مکانو الذی می نویسید. الذی نؤدی فیه، بعد اون الصلاه می نویسید. یعنی که المسجد هو المکان الذی نؤدی فیه الصلاه، انا می طور کرده می نویسیندش. یعنی که مسجد اون مکان است که ادا میکنیم ما در همون مکان الصلاه نماز رو، یا نماز رو ادا میکنیم در مسجد. رقم 1. رقم 2 یؤذن، اذان میگوید. کی اذان میگوید؟ المؤذن. یؤذن المؤذن للصلاه، در اینجا یکمش در جای نقطه‌ای که بعد یؤذن هستی المؤذن می نویسید. یؤذن المؤذن یعنی اذان میگوید، اذان گوینده، اذان مؤذن یعنی که انسانی که اذان میگوید، للصلاه، برای نماز. چند بار اذان میگوید؟ 5 مرات، 5 بار. 5 می نویسید. بعدی للصلاه اینجا در 5 می نویسید، 5 مرات یعنی 5 بار. 5 مرات 5 بار. بعد با بعد مرات با فی می نویسید. فی الیومی یعنی در یک روز. پس می شود که یؤذن المؤذن للصلاه 5 مرات فی الیوم، یعنی که اذان میگوید، اذان گوینده برای نماز 5 بار در یک روز. پس همینطور ترجمهش میکنید و همینطور می نویسیدش. رقم 3 میگه که صلاة الجماعتی، بله جماعتی میشه، نماز جماعت. صلاة الجماعتی، نماز جماعت. افضل من، بعد افضل با من می نویسید. من صلاتی، بعد این می شود که الفذی بنویسید. الفذی، الف لام ف و ذال الفذی، صلات الفذی. یا می شود که صلاتی المنفردی بنویسید. فذی و المنفردی هر دوش به یک معنا است، لیکن در حدیث فذی آمدگی است، برام خاطر
این را از طبق حدیث بنویسید خوبتر است. یعنی که من صلات الفذی، یا که میشد ای معناش بنویسید من صلات المنفردی، هر دوشم جایز است، الفذی یا المنفردی، در آخران همین کلمه را یادش بنویسید میشود. پس رقم 3 را ببینید میگه که صلات الجماعتی، جماعت خطون مینویسید، یعنی که نماز جماعت افضل من، یعنی بهتر است از صلات الفذی، از نماز تنها گذار. فذ گفته تنها گذار رو میگن، یا من صلات المنفردی، همچنین منفردم تنها گذار رو میگن. یعنی که نماز جماعت بهتر است از نماز تنها گذار ده. نماز جماعت بهتر است از نماز تنها گذار ده. رقم 4 الصلاة یعنی نماز خیر من النوم، خیرون می نویسید درجه، خیرون من النومی، یعنی که نماز خیر است، خیرون خیر است، خوب است، بهتر است، من النومی از نماز. در نماز بامداد که میگویند الصلاة خیر من النوم، همون را درجه فقط خیر می نویسی. الصلاة نوشتگی است، خیرون می نویسی من النومی، یعنی که نماز بهتر است از خواب، نماز بهتر است از خواب. رقمی 5 قم الى الصلاة متى سمعت، بخز، قم بخز، مرد باشد قم میگوی، زن باشد قمی، بخز تو زن، قم بخز تو مرد. الى الصلاة به طرف نماز یا برای نماز. متى سمعت هر وقت که شنیدی، چی رو شنیدی؟ الاذان، اذان رو، یا که النداء، اذان رو، اذان یا که النداء هر دوش میشود. یعنی که بخیز تو برای نماز هرگاه شنیدی اذان را، هرگاه شنیدی اذان را برای نماز میگه بخیز. پس این بود تدریب 3. میگذاریم به تدریب 4. التدریب الرابع، یعنی که مشق 4. مشق 4 میگوید که رتب العبارات التالیه لتكون فقرة مناسبة، لتكون فقرة مناسبة. میگوید که رتب یعنی که جابجا کن، رتب جابجا کن، العبارات التالیه، عباره های می آمدگی را، العبارات التالیه، عباره های می آمدگی را، لتكون فقرة مناسبة، تا اینکه یعنی که بسازی تو یک فقره مناسب، یک کلام مناسب، یک پارچه سخن مناسب بسازی. میگه یک پارچه سخن مناسب. ببینید در اینجا 5 کلمه میارد، 5 بگیم کلام میارد، یا که 5 جمله میارد، جمله مفید. هر یک کدامش اول میخونیم، بعد جا به جا میکنیم که یکمش کدام باید بیاد، دیمش کدام بیاد، سیمش کدام بیاد، بعد اینا جا به جا میکنیم. میگه که و اعود الى المهجع، و اعود و بر میگردم، میگوید من الى المهجع به خوابگاه، و اعود الى المهجع و بر میگردم من به خوابگاه. رقم 1. رقم 2 میگوید که ثم اذهب لاصلي، اصلا کردگی خطا، لاصلي في المسجد، لاصلي في المسجد. میگوید که ثم اذهب، پس میگوید من میروم، لاصلي، اون کسره که در بالای فتحه که در بالای لام است او را در پایین بیارید، لاصلي، تا اینکه بگذارم من فی المسجد، در نماز، لاصلي، تا اینکه بگذارم من فی المسجد، در مسجد. ثم اذهب لاصلي فی المسجد، پس میروم من تا اینکه بگذارم نمازم را در مسجد. رقم 2. رقم 3 باشد استيقظ من النوم مبکرا، اینجا نومه کردگی است، خطا است، من النوم مبکرا. میگوید که استيقظ میخیزم من، من النوم از خوابم، مبکرا بر وقت، مبکرا بر وقت. استيقظ من النوم مبکرا یعنی میخیزم من از خوابم بر وقت. رقم 4 رو ببینید، میگوید که فاستاک و انظف اسنانی، فاستاک و انظف اسنانی. فاستاک یعنی که پس، پس می شود. استاک یعنی که مسواک میزنم، مسواک میکنم. مسواکی که پیامبر صلی الله علیه و سلم
یعنی که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، همونطور میگه مسواک میزنم. فاستاکو یعنی مسواک میزنم. و انظفو و پاک میکنم اسنانی دندان هایم را. اسنان دندان ها، اسنانی یعنی دندان هایم را. و انظفو اسنان یعنی پاک میکنم دندان هایم را. و رقم 5 و اتوضأ للصلاة و اتوضأ للصلاة یعنی که و طهارت میکنم برای نماز. و اتوضأ یعنی که طهارت میکنم من. اتوضأ طهارت میکنم من للصلاة برای نماز. پس ببینید در اینجا 5 جمله آورد، اینها را باید ما جابجا کنیم یک لو، یعنی که یکم باید کدامش بنویسیم. اینجا را ببینید رقم 3 را ببینید، یکم رقم 3 را می نویسید در دفتر یک جا کرده می نویسید. یکم رقم 3 استیقظ من النوم مبکرا یعنی از خوابم بر وقت می خیزم، یکم کلمه یا یکم جمله. و رقم 4 را ببینید، دیم رقم 4 را می نویسیم. فاستاک و انظف اسنانی از خوابم که خستم پس چیکار میکنم؟ استاک و مسواک میزنم، به خاطر اینکه آدم وقتی که از خوابش که میخیزد مسواک زدن سنت است، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. میگه فاستاکو پس مسواک میزنم، میگه و انظف اسنانی و پاک میکنم دهنم را، دندان هایم را پاک میکنم دندان هایم را. ببین از خوابت اول میخیزی بعد دندان ها تا پاک میکنی، بعد دندان ها تا پاک کردی بعد چیکار میکنی؟ بعد رقم 5 رو ببینید و اتوضأ للصلاة بعد میگه طهارت میکنم برای نماز. رقمش اهمیت بدید، رقم 5 رو در جای رقم 3 می نویسید. و اتوضأ للصلاة یعنی که طهارت میکنم برای نماز. و رقم 2 رو ببینید، این رو در جای رقم 4 می نویسید. رقم 4 می نویسید که ثم اذهب لاصلي في المسجد، ثم اذهب لاصلي في المسجد پس می روم تا اینکه نماز بگذارم در مسجد. طهارت که کردم بعد مسجد می روم برای نماز خواندن. وقتی نماز خواندم خلاص کردم بعد چیکار میکنم؟ و اعود الى المهجع، این یکم رو در رقم 5 می نویسید. و اعود الى المهجع و بر میگردم به خوابگاه. ببینید ترتیبش رو اهمیت بدید. یکم که از خوابم میخیزم بر وقت، دوم دندان هایم را مسواک میزنم و دندان هام پاک میکنم، سیوم طهارت میکنم برای نماز، چهارم مسجد میروم برای نماز خواندن و از مسجد بر میگردم، پنجم از مسجد بر میگردم به خوابگاه. انا اینطور کرده خوب کرده شما خودتون در یک دفتر این رو نوشته میکنید. پس این بود درس امروزه ما و شما. این درس رو در اینجا به پایان میرسونم تا آینده، تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.